سلام علیکم دوستان، بیننده ها و تماشابینان عزیزی ما. امروز ما در طرفخانه آچیل بابا برای تبریک کردن جشن یک سالگی ظاهر شاه آمدیم. اگر در خاطر داشته باشید سال گذشته ما در خاندان زیبای حضرت کلمک مهمان شده بودیم در جشن زادروزی معلمه صدیقه و که همان روز آنها صاحبی نبیره شده بودند. امروز باشد البته یک ساله شده است، خداوند برای ما نصیب کرد باز آمده برای تبریک کردن. ما باشد میخواهیم همراه شما لحظه ها رو هم بینیم و آغاز کرده با ما باشه رفتیم. تبریکاتی شاهنام آمدگی اجازت میدادتان نوبت گروهی شاهنام میتیم. مرحمت دادرهای عزیز. سینجانی عزیز خوش آمدن دادر عزیزم. دادر قیامتیم. میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جان سرباشی بعدی استادان عزیز سخن گفتن برای ما شرف است. السلام علیکم پدر مادران عزیز، السلام علیکم مهمانان، میزبانان، مهمانان این خانواده زیبای حضرت کلمک. پیش از سخن را آغاز کردن میخواستم از تاریخ کمی برایتان رسانم. سال گذشته ماه شریف رمضان بود. در خاندان زیبای حضرت کلمک، در خاندان زیبای معلمه صدیقه و مهمان بودیم و معلمه را در جشن زادروزشان تبریک میکردیم و آهسته آمده گفتند که امروز هم زادروزی معلمه است و هم خداوند کریم برای این خاندان یک طفل را، یک تحفه بی‌بهاترین را تحفه کرد که نامش را الکه ظاهر شاه نام نهاده. گفتند از اولین ها شده ما تبریک کردیم معلمه عزیز را، حضرت کلمک را، البته طاهر جان و زیبا بانو را با تولد فرزندشان. در آن روز نیت کردیم که به جشن یک سالگی و ختنه و به توی نکاحیش رساند. گفتند شکر میگویم خداوند کریم را که با قدم ها آهسته آهسته رسانده ایستاده است. و امروز در جشن یک سالگی ظاهر شاه، در جشن 63 سالگی پیغمبر سالی حضرت کلمک و البته معلمه عزیز صدیقه و جشن شده ایستاده ایم. میخواستیم با قرصکای شمایان صاحب جشن ها را، البته حضرت کلمک را، معلمه صدیقه و را، ظاهر شاه خردکک را به نزد ما دعوت کنیم. مرحبا. حضرت کلمک مرحمت. یک لحظه. شما پاسبان خاندان قبلگاهی فرزندان هستید. انمی طرفیانی معلمه به نزد فرستید. تا جهان باقی است ای آموزگار، نام تو ماند در جهان پایدار، چون که تو در دلهای انسان مانده هیکل از علم و دانش یادگار. هر دان نفرانی که امروز صاحب جشن هستند، هر دان نفرانی که امروز جشن پیغمبر سالی خود را جشن میگیرند، کسب پرشرفترین که با نام استاد و آموزگار بودن و به نفقه برآمدند. امروز اولا معلم اعظم شمایان این طفل خاندان را، پهلوان خاندان، شاهزاده این سلاله را،
ظاهر شاه خردکک را تبریک میگوییم. خدا کند مانند هر دو سلاله، مانند حضرت قل بابا، مانند در مسافرت بودگی لطیف بابا، ناصر بابا، تیراژ بابا انسان‌های اصیل شود و از پیشش افتخار کنید. خدا کند که از پیش تلویزیون تماشا کرده اشتیاقتان و در تمام دنیا مشهور کردن ازبکستان و مشغول باشد و افتخار کرده از پیشش نامش را ورد زبان کردن نصیب کند. ای پسر اندیشه کن بر راه شیطانی مرو، با ادب باش و دم از کوی انسانی مرو. حرمتی مادر پدر کن، حق است تو بدان، حق پرستی پیشه کن، بر کوی ناحقان مرو. امروز ظاهر شاه را تبریک میگوییم. البته معلمه در این خیلی روزی خرسندی نیت میکنیم، آرزو میکنیم خاندانتان باغچه بچگانه شود. هر یکی آنها با یک لفظ شیرین شعرگویک شوند و دعاگیر شما شوند، شعر و غزل ها از یاد کنند و مانند معلم سپارسیمه شوند. از پیششان فقط افتخار کنید، نامهایشان از خاطرتان برآید. امروز روز خرسندی است. حضرت خلوق زادروز مبارک باشد. گفتن امروز یوبیلی بالای هم است. پیغمبر سالی مبارک باشد. پدر تو کوهی بر آسمان، ما کوه تاره ایم. تو قله بلندی و ما همچو پاره ایم. بیرون شدن ز راه تو بر ما فلاکت است. تو مثل راهی آهنی، ما چو قطاره ایم. در فکر زندگی ما آب و ادا شده، تا ما شدیم به پا تو خود دردی پا شده. سر تا به پا پندی و دنیای حکمتی، به مثل بر بزرگی و فیض و صفاوتی. حضرت خلوق امروز شما را از نام فرزندان عزیز، از نام گلزیر آیتی، کوبر آیتی، مبار آیتی، طاهر جان، زیبا بانا و پهلوان خاندان شما ظاهر شاه خردکک، از نام معلمه عزیز، از نام معلمه صدیقه و تبریک میگویم. همیشه صحت سلامت باشید. معلمه سراول برای فرزندان شما هم مادر هم استاد، برای نه فقط فرزندان خود، برای فرزندان اهالی که عزیز ما معلمه هستید که در یاد و خاطره های آنها، در کودکی های آنها جای خود را دارد. هر باره که شعر میگویند همین معلمه ما را همین شعر را، طرز قرائت شعر را آموزاندن. برایتان از نام فرزندان میرسانم. باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. مهر بیمانند او را سالها پروردم، مینهم با شادمانی سر و پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را غذای مادرم. پند او را تا ابد در یاد می‌دارم، نگاه از ضمیر قلب می آید صدای مادرم. مادر جان عزیز سالگرد عمر مبارک باشد، 120 ساله شوید. خدا کند که من امروز در جشن زادروزش خداوند نصیب گردان، در توی نکاحیش خیلی برآمده شما را تبریک کردن برای ما نصیب کند و باز این لحظه ها را خاطر رسان کنیم، یادآور کنیم و باز خندیم و خرسندی کنیم. امروز روز خرسندی مبارک باشد. و البته میخواستم این لحظه از نام حضرت خلوق برای معلمه عزیز، معلمه صدیقه و گلدسته های زیبا را تقدیم کنند. شخصا خودشان با قرصک های مهمانان مرحمت. زادروز مبارک باشد. حضرت خلوق گیرید کدام مرحمت، گیرید کدام مبارک باشد. و البته از نام فرزندان عزیز در اینجا گوشوارهای طلا، انگشترین طلا است برای مادر جان عزیز تقدیم میکنیم. مرحبا. مبارک باشد.
ناصر بابا سراج بابا مرحمت و همچنان اقبال آیتی آنجانی عزیز مرحمت شما را به صحنه تکلیف میکنیم همراهی ظاهر شاه خردکک شیرینیشان را میبریم مرحمت ناصر بابا سراج بابا مرحمت اقبال آیتی میخواستیم شما را به صحنه دعوت کنیم و در اینجا البته تحفه های گرانبها تحفه های ارزنده و زیبنده از مسافرت از نام بابا جانی عزیزشان از نام لطیف بابا برای امروز ظاهر شاه خردکک است اتومبیل تقدیمشان میکنند البته از نام بابا جانشان از نام لطیفک نیست تبریک بگوییم مرحمت ناصر بابا سراج بابا شما را دعوت میکنیم اقبال آیتی مرحمت یانشان ما نزدیکتر میستیم شیرینی را نزدیک میبیاریم یک جای شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم مرحمت مرحبا یک تا تورتا شما شما میکنیم بعد میبریم مرحبا Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше. مبارک باشه مرحبا Ничего не надо больше. کارت گرید یک جای شیرینی را میبریم مرحبا اقبال آیتی نزدیکتر استادیومشان با ناصر بابا مرحبا همه یک جای Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею, я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения бьются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя мою на сцене, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. رجب آیت آقا مرحمت شما هم تکلیف میکنیم صحنه با رجب آیت آقا نزدیکتر میستیم در عرفیت سمرقند ما از ازل است مراسم کاکل بیران مادران یک طرف میستیم طاهر جان بیان با فرزند گفته استید باباها با نوبت بویشون را قیچی میزنند عبدالله بابا کنشما عبدالله بابا مرحمت شما آغاز کنید باباها با نوبت بویشون را میبرند مرحمت مادران یک طرف میستیم طاهر جان فرزندان با دست میگیریم باباها مرحمت نزدیکتر میستیم همه ما زادروز مبارک رجب آیت آقا نزدیکتر استید سربازیان دختر تو هستی جان پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم خدا دادم نعمتم میوه محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم سربازیان دختر تو هستی جان پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم نوری دو چشمانی من هستی تو نشانی من منی این جهانی من بچه جانم هستی تو دفانی من عوض بابا اکنون نوبت شما مرحمت عوض بابا نوبت شما مرحمت بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه
بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم شادی خل بابا مرحبا مهمان از جیزک عالمی زمان شوی شخصی با ایمان شوی بچه جانم افتخاری من شوی نامردانی من شوی ننگوهایی من شوی بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی من منی جهانی من بچه جانم هستی تو دوانی من شادی تمامی من رفتی بر دوانی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم مبارک باشد جانم بچه تشکر می‌کنیم جانم بله من حالا میستیم همینجا سخنها بسیار است در اینجا و البته ما باشد نوبت رو با فرزندان می‌دهیم مرحمت گلزیرایتی کبرایتی مبارایتی نیت‌های نفس و نیک برای امروزه مادر پدر و جیانی عزیزتان ظاهرشاه مرحمت السلام علیکم و مهمانان عزیز من امروز ظاهر جان دیرجدینش به بی جانم و دادا جانم یوبیلیشون به هم یکاتون خوش آمده نورک دیده تاجی سر پدر و مادر مقدسند در وصف آنها چقدر سخنرانیم کم است وقتی که ما به دنیا چشم می‌گشاییم هنگام سخن راندن اولین کلام ما پدر و مادر میباشد ایام طفلی شب تا سحر سری گهواره ما بیدار نشسته به کلام میرسانند برای فراغت و کمالات فرزند مهنت خود را دریغ نمیدارند یکی از شاعران تاجیک چنین گفته است نمک در کامها شیرین‌تر از شهد و شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد پدر از ذوق دل در کودکی دستی پسر گیرد و امید که در پیری سر دستی پدر گیرد از این پاره بیان می شود که تا به وای رسیدن یک فرزند جگر جاویدان خون می شود میگویند که جنت زیر قدم مادران است و نورش گرچه این خورشید خاور فرا گیرد جهان را سراسر نمی گردد ولیکن او برابر و این قوتی با مهری مادر هم یکاتون خوش آمده ظاهر جان امروزه یک سالگیش کتی از تحت دل تبریک میکنم جیانک عزیزم الهیم حافظی قرآن شو و دقتتون تشکر السلام علیکم مهمانان گرامی و من امروز و مزمانان من امروز ظاهر شاه تبریک میکنم جنک عزیز من الهیم 100 ساله شود دستیاری پدر مادر شود پدر مادر جانم 120 ساله شود الهیم حضوری فرزندان بینم پدر مادر پلو پارم شمایید تمام بخت و اقبالم شمایید منم داراترین آدم به دنیا که آخر ثروت و مالم شمایید به دقتتون تشکر پدر پیغمبر و مادر فرشته خلایق این دو را طور نوشته پدر شمع است و مادر ماه تابان پدر انسان است و مادر جان انسان السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید من امروز روز ظاهر شاه جنک عزیز من ظاهر شاه با این روز تولدش تبریک و تهنیت ها می نماییم و او اولا عمری دراز سعدیانه کیفیت خوشخیمانه آرزو مندم الهیم 120 ساله شود من امروز پدر و مادر ما یوبیلیشان از تحت دل تبریک و تهنیت ها می نمایم دیو
солашта хуша пир шавам ҳузури ҳаловати фарзандоя бинам аштимон фахр кардам ва диққататон ташаккур. Ассалому алайкум падару модарон, хоҳарон, бародарони азиз. Иҷозат диҳед ман аз ин фурсати хеле муносиб истифода бурда амакиҷони азизам ва янгамлоямро бо имрӯза рӯзи юбилеяшон табрику муборакбод мегӯям. Ҳамчунин зоҳиршои хурдакакро ҳам табрик мекунам. Амакӣ бо ҳамроҳи янгамлон хӯша пир шаванд. Ҳама вақт аз пушти набераҳо фарзандҳо рӯзу рӯшноиҳо бинанд, сарбаландиҳо кунанд, ба муроду мақсад расанд. Ҳеҷ неъмат беҳтар аз фарзанд нест, ҷуз ба ҷон фарзандро пайванд нест. ҳосил аз фарзанд монад номи мард, зинда аз фарзанд гардад коми мард. Kerak emas menga go'zal koshonalar. Qadam bosing oltin bo'lar ostonalar. Ko'rib qo'ysin do'st dushman mastonalar. Siz bor uyni fayzi o'rab turar ota. Manzilimni baxtlar so'rab turar ota. Qimmatligim dunyolarning boyligidan. Uyalmang hech bellaringiz yoyligidan. Ishonchim bor uyim jannat joyligidan. Siz bor uyni fayzi o'rab turar ota. Manzilimni baxtlar so'rab turar ota. Menga dunyo kerakmas, biror mansab shart emas. Yonimda tirgak doim, ota-onam bo'lsa bas. Kelsa kelsin qayg'u-g'am, hech biri bir chut emas. Faqat Ibra men bilan ota-onam bo'lsa bas. Men jannatni yaxshi ko'rsam, orzularim bo'sharkan, armon mendan begonadir baxtimga tusharkan. Nur to'la koshonadir, onalar bog'xonam, men baxtliman yonimda jannat bilan onajon. مهندس رحمت شما با و در اینجا یک تحفه ارزنده و زیبنده از نام دامادشان الهام جونک است. میخواهند برای پدرجان عزیز حضرت قلمک تقدیم کنند با پرستک و البته همه مهمانان آمده تبریک کردنشان ممکن است. مرحمت الهام جونک شما را به صحنه تکلیف میکنیم. مرحمت تحفه های ارزنده و زیبنده را برای پدرجان عزیز تقدیم میکنیم. مرحمت البته oila a'zolariz nomidan chiroyli gullar bor. Hazrat Qulamakka taqdim etamiz. Marhamat. خوش آواز التماس می‌کردیم سرودهای بهترین را آماده کنند که میرزا صاحب جشن‌ها را به رقص و خرسندی دعوت کنیم. همه رقص خرسندی شادیانه را دوام کنیم. تشکر می‌گوییم برای اکای فروغ که برای ما دعوت جدا کردند. امروز باشد در خدمت شما حافظی خوش آواز، یک از بلبل خوش آوازی باقی سنت سمرقند با دسته هنری خود سفرعلی رجبزاد در خدمت هستند. همه را به رقص تکلیف می‌کنیم. خوش آمدن می‌گوییم. جشن مبارک باشد، زادروز مبارک. مرحبا.
عزیزان ظاهرشاه خردک را البته حضرت قلمرد معلم صدیقه را از نام فرزندانشان تبریک کردیم. همراه شما هم با هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنام خود را احتیاط کنید. سلام.